در دو محله شهر شمالی توزی هرمتای عراق بر اثر ترکش دو ماشین کم از 6 نفر به هلاکت رسیده بناهای منطقه زیان دیدند. حمله در حال به وقوع پیوسته است که در ولایت انبار گروه‌های همپیمان القاعده به خاطر نظارت شهرهای رمادی و فلوجه با نیروهای دولتی عراق دست به گریبان هستند. در شهر بیشکک گروه از اعتراضگران در نزد بینای مفتیات جمع شده استعفای مفتی این جمهوری رحمت الله حاجی اگمبردیف را طلب کردند. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی قرقیزستان نواری ویدیویی پیدا شد که در آن شخصی شبیه مفتی با زن جوان رابطه محرمانه دارد. خود مفتی گفته است که این زن همسر او می باشد، ولی حالدانها میگویند زنی قانونی مفتی شخص دیگر بوده و در قرقیزستان سرزنی ممنوع است. در شهر دنیتسک اوکراین به نشان همراهی با اعتراضگران کیو راهپیمایی طرفداران همایش این کشور با اروپا دایر شد. 5 ژانویه راهپیمایی در نزد پل به انجام رسید که دو طرف شهر دنیتسک را به هم می‌پیوندد. با این واسطه جمع آمدگان تاکید کردند که اوکراین کشوری متحد بوده طرفدار همایش با اروپا است. فعالان راهپیمایی نیت دارند که این چاره‌بینیشان را تکرار کنند. 5 ژانویه در بلاروس سرور نوی کلیسای ارتدوکسی این کشور میتروپولیت پاول در کلیسای جامع شهر مینسک اولین عبادتش را انجام داد. پاول اصلا روس بوده، 25 دکبر به این مقام پیشبری شده است. در ترکمنستان جشن سال نو ادامه دارد. با دستور رهبر ترکمن بسیاری از کودکان لباسی سفید به تن کردند.